داداش مغازت ببند دیگه، نمیبینی همه بسته؟ ایشک همه کرکرها بالاست کنی مگه؟ چی میگه؟ داداش اینو ولش کن، این حکومت دیگه رفتنیه. بیا سمت مردم، بیا. همین 2 نفر شدید مردم. اوه یکم برید کنار ما هم تاشین. نه اما کار شیشه همینه، ذهن آدمو منحرف میکن. بزن بشکنش. زهر نزن ببینم این چه اعتراضی؟ آخر ما تو مگستاشو بدی. وایسا حکومت عوض شه، نامردم این کارو نکنه. یه بارکی بگو نمیخوای زامن شی دیگه. نه منه؟ داداش تو چرا یه حرفی نمیزنی؟ همینطوری وایس حق تو بخورم باشه؟ بابا این محمد اذیت نکنید، این اصلا کرولال نمیفهمه چی میگید چه. چی میگه؟ داداش تو حالا چرا اونورا نگاه میکنه؟ منم نابنام دیگه. نه منه؟ معلوم نیست اومدیم بازار یا بهزیستی، با کیا میخوام براندازی کنه؟ های به کساب بازار توهین نکنم. محمد میگه این شکات چی میگن؟ هیچ محمد زر میزنن. چی میگه؟ اصلا میدونید چیه؟ به شماها خوبه نیومده، نباید کمکتون کنه. بچه مزلف ما هم اعتراض داریم ولی عمرن چیزی رو خراب کنین. میگه ما خریتمون این بود، گفتیم این زن نداره زیر بالا پرشو بگیریم. حالا که دولت دستش مردم تا زن خودش کتک میزنه. ما هم همینو میگیم دیگه، میگیم جمهوری اسلامی دیگه جای پیشرفت نداره. اتفاقا داره، همین پزشکیان کل نخبه است. چطور؟ دانشمندامون با کلی زحمت ماهواره میفرستن فضا ولی این با دست خالی قیمت ها رو. چی میگه؟